نترس ای لوط، ما فرستادگان خداییم. این قوم تا صبح نابود میشن. تو و خانوادت همین امشب از این شهر خارج شید، اما همسرت را همراه خودت نبر و بعد از اون هم غیب شد. مردم وقتی که وارد خونه شدن و دیدن از اون 3 جوان زیبا خبری نیست، باور نکردن که اونها فرستاده الهی بودن و ساعتها در کمین بودن تا بتونن اونها رو گیر بندازن. شب از راه رسید. فرشتگان دستور دادن که حضرت لوط، دخترانش و اهل ایمان فوراً و بی صدا از شهر خارج بشن. فقط یک شرط مهم وجود داشت: هیچ کس نباید پشت سرش رو نگاه میکرد، حتی برای یک لحظه. لوط و دخترانش راه افتادند در تاریکی شب، بی سر و صدا و با دلهایی پر از ترس و ایمان. اما همسر حضرت لوط که در ظاهر همراهشون بود، در دلش هنوز وابسته به اون قوم بود. وقتی از شهر فاصله گرفتن، همسر لوط برخلاف دستور الهی برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد. همونجا بود که سنگی از آسمون بر سر همسر لوط فرود آمد. در قرآن اینطور اومده: و او از بازماندگان بود، یعنی با وجود همراهی در مسیر، در دلش از همون مردم فاسد. صبح شده بود و خورشید طلوع کرده بود. ناگهان صدایی سهمگین شهر رو لرزون، صدایی از آسمان و از دل زمین. همزمان بارانی از سنگ‌های سوزان و نشانه‌دار از آسمان بر سر مردم لوط فرو می‌ریخت. در روایت‌ها شدت عذاب قوم لوط اینطور بیان شده که فرشته جبرئیل کل منطقه رو با نوک بالش برداشته و تا آسمان برده و وقتی صدای فریاد مردم بلند شده، اونها رو وارونشون کرده. 7 شهر با تمام ساکنین، با خونه‌ها، خیابون‌ها و حتی حیواناتش همه در کسری از ثانیه نابود شد و تبدیل به سنگ شدن. اما سوالی که پیش میاد اینه که آثار این بدنهای سنگی امروزه در کجا قرار داره؟ طبق بیشتر منابع تاریخی و دینی این اتفاقات در منطقه‌ای رخ داده که امروز با نام دریای مرده میشناسیم. دریایی که پایین‌ترین نقطه خشکی روی زمینه، جایی که آبش اونقدر شور و سنگینه که هیچ موجود زنده‌ای نمیتونه اونجا زندگی کنه. اما چرا بهش میگن دریای مرده؟ این اسم فقط به خاطر ویژگی‌های طبیعیش نیست، بلکه به خاطر بار سنگین و انرژی منفی که در تاریخ حمل می‌کرده. بر اساس برخی از تحقیقات باستانشناسی، در کف این دریا بقایایی از شهرهایی دیده شده که به شکل مستطیل و ساختار مانند بودند. حتی تصاویری که ماهواره‌های آمریکایی از کف این دریا گرفتن، 6 نقطه مستطیلی شکل رو نشون میدن که شباهت زیادی به سازه‌های انسانی دارن.